خب میخوایم که این آناناس رو به روشی که حالا یاد گرفتیم بریم آوردیدیم به یک روشی که خیلی ساده هستش. اولین چیزی که شاید به ذهن میرسه اینو تیکش کنیم. خب اول این بالاییه رو میکنیم. خب یکم سفته سخته، البته نه. خب کنده شد، خیلی راحت بود، خیلی خوب بود. یه همچین چیزی اینجا میبینیم. حالا باید پوستشو بکنیم. من چیزی که اول سر و تهشو میزنیم، منطقه باید اول سر و تهشو بزنیم. خب کمی سخت شد اینجا. سر و تهشو اول میزنیم. بهتر بود. بعد یکم دیگه بزنم. خب این همچین چیزی به دست میاد. حالا اطرافش رو میزنیم. یه ساده ترین حالتیه که میخوایم با هم دیگه بریم جلو. ببینیم الان شهریور ماه، من نمیدونم که واقعا آناناس مال چه فصلی هست به چه صورته، ولی این آناناسیه که ما از بازار خریدیم و به قیمت 397,000 تومان با دلار 100,000 تومان. ببینیم که به چه صورت میشه. خیلی میگن خاصیت ضد التهابی داره. خب بغلش رو کنم یکم بیشتر برداشتم. اینا رو میدیم کنار. خب اوکی. حالا چاقوی دیگر رو میارم. یه مقداری بغلاش اینا رو میزنم سریع. فیلم میگیرم دارم که کامل همه چیز تو تصویر افتاده بشه. جایش مشخصه که دیگه اینا باید خورده بشه. اینا رو یواش با پوست با چاقو برمیدارم. اونجاها میتونه محل آلودگی هم باشه. اینها رو برمیدارم به همین صورت. اینجا این وسطش خیلی سفته. حالا اوکی اینو تا اینجا رفتیم. حالا از وسط اینو 4 قسمت میکنیم ما. که چاقو اوکی. حالا این تیکه وسطش رو خواست بیفت. تیکه وسطش رو میگن که باید برداریم. یک سفت هستش. من حالا اینو مزهش بکنم. مزه خاصی هم نداره. اینا رو برمی‌داریم. بقیه هم به همین صورت. حالا من برای که ویدیو خیلی طولانی نشه اینا رو از اینجا کات میکنیم و بعد توی یک ظرف شیشه‌ای میذاریم و میره توی یخچال. این از پوست کردن و یکی از روش‌های پوست کردن و آماده کردن آناناس. خوشمزه هم هست. مرسی که گوش کردین بچه‌ها. مرسی که دیدین. لطفاً کامنت بذارین. مرسی.